السلام علیکم دوستان گرامی. اینک ما با شما برنامه پیمان تیوی در خدمت شما است و متاسفانه امروز آخرین روزی است که با قیمت کمی ارزانتر مردم تاجیکستان دسترسی به شبکه اجتماعی عموما به شبکه اینترنت دارد و البته که امروز هم این موضوع شاید یکی از موضوعهای اساسی صحبت امروزه ما شود و بنده میخواستم از در بابت همین یک دو سخنی داشته باشم با شما. خب دلیل های گران کردن قیمت اینترنت در تاجیکستان که همزمان با این در قریب که در یک روز با این در سوی کشور جنگ زده ما افغانستان قیمت استفاده اینترنت 30% پایین فرآورده شد و در ما عادت شده است که همیشه به ما مثال میارند افغانستان را شما شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین پرزیدنت کنید که انا همسایه کشور ما را بینید اونجا جنگ است و اونجا نمیدانم چی است. امروز بنده یک مطلبی رو در فیسبوک هم نشر کرده بودم که در سالهای آخر متاسفانه در تمام منطقه آسیا مرکزی اگر نظر افکنیم شاید افغانستان یکی از کشورهای آزادترین این منطقه باشد و شهروندان این کشور هم انسانهای آزادترین در دولت خود باشند و بنده میخواستم با چند دلیل هایی که از طرف این دستاندرکاران این تشبث پیشنهاد شده است دقت شما رو جلب کنم. دلیل ها خیلی یکی خنده‌آورتر از دیگری است و آخران دلیلی که اخیراً معاون یگانه وزیرمان بیک صبوری الهام عطایف پیشکش مردم کرده است. خیلی اگر این عمل خودش گریه آلود یعنی غم انگیز نمی بود خیلی خنده آور است. خودتون قضاوت کنید. مردم من بعد از اینترنت با سوادانه و ملاحظه کارانه استفاده خواهم بود. کمتر به بازی مشغول شده و به چشمانشان کمتر ضرر می رسانند و در عموم سالمیشان را احتیاط می کنند. این خیلی حکومت غمخور در دنیا به فکرم نبوده است و سابقه ندارد. همین خیلی حکومتی که در در فکری سلامتی مردمش است. دوامش رو می نویسد که و جوانان گوش کنید سرها همیشه با اینترنت مشغولند. آنها چیزی رو نمیفهمند. خیلی اینا قطعی بیک صبوری همه چیز رو میفهمیدند ولی اون جوانو چیزی رو نمیفهمیدند و به جهان ورتوالی وارد شده باز پس بر نمیگردند. این مردم شما از تاجیکستان عموما راندید این دیگر باز پس از به تاجیکستان بر نمیگردد. شما به عالم ورتوالی گویا جوانای شما تا این روز هم دقت کنید محترم تماشابینان تا این روز هم اینترنت در تاجیکستان عموما علاقه در تاجیکستان رایگان نبود و اون قدر ارزان هم نبود که مردم به عالم به گفت این منصبدار به عالم ورتوالی وارد شده از آنجا بیرون نمی برآمدند. این خیلی افسانه است و دقت کنید این مردم چی میخوان. یعنی ما به شما اینترنت قیمت میکنیم که سلامتی شما خوب شود، شما کمتر به اون وارد شوید، ولی در همزمان
و رئیس کمیته ضد انحصاری میگه که به خاطر اون که مردم کم از علاقه موبیلی تلفنی معمولی استفاده میبرد و انداز کم جمع میشود. یعنی از یک طرف اگر به خاطر سلامتی ما میخوان که ما کمتر پول مصرف کنیم، یعنی از طرف دیگر باز میگویند که ما به خاطر بودجه کشور کردنیم. یعنی این تضاد است در گفته هاشون. خب و به همین مانند خودتان تصور کنید، همین پرزیدنت، من پرزیدنت خطا کردم گفتم پرزیدنت، همین خود رحمانوف چند سال پیش گفت به خاطر غمخوری نسبت این خلق را مجبور کرده است که توی و نمیدونم زادروز و دیگر را نگذرانید که به کیسه شما ضرر دارد و این غمخوری نسبت شما کرده است و قانون تنظیم، یک قانون احمقانه دیگری که بود، قانون تنظیم را جاری کرد. و امروز اگر همین قرار درباره گران کردن نرخ قیمت اینترنت را قبول کردید، پس اون قانون احمقانه تنظیم را از بین برید. چون این دو دلیل با هم سازگار نیستند. یعنی تو غمخور خلقی نمیخوای که خلق در خانه شون خوراک خورند، تو بگویی که تو زیاد خوراک پختی، و از طرف دیگر با اون چیزی که اصلا شما یک تین مصرف نکرده اید روز از روز اون رو اندازبندی کردید و نمیدونم 12% و 3% و 80 درم و امروز با 25 سامانی برآوردید و به ما گفتنید که دلیل اساسی شما صحتی جامعه بود است و چشمان جوانان دردمند نشوند، به همین خاطر شما قیمت اینترنت رو بالا بردید. خب بینان گرامی، خب متاسفانه چون این قرار قبول شد، ما البته از مبارزه دست نمی کشیم که این نرخ و نو را به اوله برگردانیم، ولی و یکی از دلیل هایی که بسیار آدم ها اون رو میگویند، یکی از دلیل های اصلی گران کردن قیمت اینترنت این محض فعالیت ثمرناک یا فعالیت خیلی نظررسی گروه های مخالف حکومت در شبکه های اجتماعی بود که باعث شد چون این قرار قبول شد. و من بعد ما سعی میکنیم که در مولت کوتاه‌ترین، یعنی ویدیو 1 دقیقه 2 دقیقه بر پیشکش شما کنیم که با شما خزینه زیاده وارد نکند. امروز شاید آخران صحبت آزاد با تماشابینان باشد که شاید همین خیلی زیاد از 1 ساعت طول کشد، ولی من بعد ما سعی میکنیم که برای شما همین برنامه های ما خزینه کمتر داشته باشند و خیلی اون رو محدودتر در وقت میکنیم. و اینک از هیئت تکنیکی میخواهم که اگر آماده باشید رئیس پیمان ملی رو پیوست کنید. بله من سودی هستم، اگر صدای من میره. بلندتر کن.
صدای من میرود در استودیو؟ خیلی خوب. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، امیران عزیز، خداوند را شکر میگویم که بار دیگر به ما این فرصت را داد که در خدمت شما امروز باشیم و همونطوری که دوستی عزیزمان علیم شیرزمانوف الان در مقدمه این صحبت گفتند، موضوع داغ جامعه ما این روزها بالا بردن نرخ اینترنت از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان است که باعث سوالها و حتی میتوان گفت که اعتراضهای گسترده مردم شده است و بسیار از بینندگان و شنوندگان ما که همیشه در تماس هستند پیشنهاد کردند که خوب می بود که این صحبت بعدی امروزه ما در موضوع داغ روز باشد و شما هم آگاه هستید که ما صحبت قبلی هم در موضوع وضع اقتصادی کشور بود و از که اینترنت بخصوص در دنیای معاصر یکی از پایه ها و ستون های اقتصادی هر کشور هست، یکی از زیرساختارهای اقتصادی هر کشور هست و طبیعی است که جزئی از مسائل اقتصادی و بحث‌های ما هم خواهد بود. خب دوستان عزیز، من مثل پیشینه میخواستم با شما یک صحبت خیلی هم شفاف و ساده دور از اصطلاحات علمی و اقتصادی و کسبی باشد، چون که وقتی ما خیلی محدود است و من نمیخوام که این صحبتی ما به یک لکچر یا صحبت و سخنرانی طولانی خسته کننده تبدیل شود، بلکه تلاش میکنم بسیار هم ساده و واضح و روشن مطلب رو خدمتون عرض کنم. همچنین که پیشترم ذکر کردن دوستان، متاسفانه شاید که امروز روزی آخران هست که مردم تاجیکستان از اینترنت نسبتاً ارزانتر استفاده خواهد کرد و از فردا از 18 اپریل سال 2019 با قراری که از طرف اگنتی ضد انحصاری کشور قبول شد، نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان برابر 62 سامان خواهد بود که این در مقایسه با نرخ امروز تقریباً بین 900 تا 1000% بیشتر است. یعنی اگر در تمام دنیا نرخ‌ها یک باره 5%، 10% بالا روند، خب حد اکثر 20-30%، حکومت جمهوری تاجیکستان یک باره نرخ یکی از بازارها، یکی از موادی از همه سر مصرف، سر استفاده شونده در جهان و از اون جمله در تاجیکستان ما رو یک باره به 900 برابر بیشتر کرد. دوستان عزیز، من نمیخوام اون چیزا رو که اقتصاددان ها در این موضوع گفتن، متخصصان این ساحه گفتن، بار دیگر تکرار کنم. اگر شما طول این یک دو سه روز اخیر به رسانه ها سر زده باشید، به شبکه‌های اجتماعی، متخصصان ورزیده ای کشور، اونایی که این مسائل را از داخل میدانند و با بازار اینترنت، با وضعیت اینترنت و تاثیر اینترنت در اقتصاد، در اجتماعیات، در سیاست را خوب میدانند، نظرهای خود را گفتند و من نمیخوام تکرار کنم. الان من میخوام اطراف دو موضوع با شما صحبت کنم. یکی اینکه چرا حکومت این قرار را قبول کرد و دلیل ها، سبب ها و عامل هایش. دوم که آن چه عاقبت برای کشور و ملت ما خواهد داشت و از همه مهمش ما و شما هموطنان عزیز باید چیکار کرده باشیم. قبل از آن که وارد این بحث شویم که آیا این قرار اقتصادی بود یا سیاسی، من میخواستم یک نکته را خدمتتون عرض کنم که چرا حکومت جمهوری تاجیکستان این کار را به دست اگنتی ضد انحصاری تاجیکستان کرد یا به اصطلاح اگنتی ضد مونوپولی تاجیکستان. چرا خودش با یک قرار مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان مستقیما این نرخ‌ها را بالا نبرد، بلکه اون را گذاشت به دوش یکی از نهادهای تخصصی کشور که اصلا به این موضوع هیچ ربط ندارد. شما اگر صلاحیت و وکالت‌های این اگنتی را نگاه کنید در قانونگذاری‌های کشور، البته ما قانون خاص نداریم درباره فعالیت اگنتی ضد انحصاری، مگر اینکه در سال 2015 تا امروز وقتی که بنده دیگر وکیل مجلس نمایندگان نبودم این قانون قبول نشده باشد. ما داریم قانون درباره پروکراتور، درباره هر ساختارها و وزارت‌های دیگر، اما
تا جایی که من یاد دارم قانونی مخصوص درباره این نهاد نیست. اما فعالیت این نهاد در چارچوب چند قانون و سندهای حقوقی دیگری کشور تنظیم می شود. یکیش هست، یادم است سال 2006 یا 2007 قانون قبول شده بود درباره رقابت و محدود کردن فعالیت‌های مونوپولی در کشور که در اونجا قاعده‌های بازار و نرخ‌گذاری مشخص شده است و شاید که با قرار حکومت فعالیت این اگنتی کار را شروع کرد و در یگان قرار یا به اصطلاح پستانولین وکالت‌ها و صلاحیت این آژانسی مشخص شده باشد. اما مهمترین وظیفه این اگنتی چه در تاجیکستان، چه در روسیه، چه در کشورهای دیگر این است که اینها اجازه ندهند که یک شرکت یا یک کارخانه، یک مؤسسه، یک تاجر بازار را مونوپول کند و نرخ را همون طوری که خودش میخواهد کند و واردات و صادرات این نمود مال را از خارج یا از داخل در بازار با راه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه محدود. در این صورت باید که این آژانسی، این اگنتی وارد کار شود و اجازه ندهد که یک سار یا یک تاجر این گونه فعالیت را کند. اما چرا اگنتی در اینجا دخالت کرد؟ در صورت شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در حداقل 6 ماه یک سال اخیر نرخ را نه بالا برده و هیچ تغییرات در سیاست نرخ‌گذاری آنها وجود نداشت. برای اگنتی انحصاری آمد و وارد میدان شد. اگر یکی از شرکت‌ها یا همه شرکت‌ها در اینترنت را می‌بردند با مشورت تا اینکه بازارهای دیگر رو بزنند یا اگنتی وارد شود و اجازه ندهد که این بر ضرر مردم انجام شود. اما وقتی که نرخ بازار استوار هست، ثابت هست، چرا این اگنتی آمد وارد کار شد؟ پس اینجا یک دخالت غیر قانونی اگنتی با نرخ‌گذاری اینترنت در تاجیکستان صورت گرفته است و همین چیز هست که حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص رهبریت حکومت برای آنکه این عمل غیر قانونی در نام آنها ثبت نشود این را گذاشتند به دوش یکی از زیرساختارهای تابع از حکومت جمهوری تاجیکستان و در این مورد اگنتی ضد انحصاری جمهوری تاجیکستان. بنابر همین من فکر میکنم که این صلاحیت کاری اگنتی نبود. باید که خود حکومت اگر میخواست نرخ را با یگان دلیل تنظیم کند باید مستقیما این کار انجام میداد. اما چون میدانستند که یک قانونشکنی هست، یک عملی غیر قانونی هست، حالا این رو گذاشتن به دوش یکی از نیاز هستن از صلاحیت اون. اکنون بیا دوستان عزیز درباره اون بحث کنیم که آیا این دلیل های اقتصادی داشت یا سیاسی. پیش از من دوستمان علیم شیرزمانوف بیشتر به دلیل های سیاسی اشاره کرد که شاید یکی از دلیل ها این باشد که فعالیت مخالفین در خارج بخصوص در شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده شد در مقایسه با پیشین و این چیز حکومت را وادار کرد، ترساند یا در حالت ضعف و دفاع قرار داد. مجبور شدن که نرخ اینترنت رو بالا برن تا اینکه مردم دسترسی کمتر به اینترنت داشته باشند. اما نباید ما یک یا دو عامل را اینجا معیار قرار بدیم. باید که حالا فکر کرد و کرد که مگر آیا میتواند یگان دلیل ها و سبب های دیگر هم داشته باشد. احتمال زیاد دارد که عامل های اقتصادی هم داشته باشد. البته من کلمه اقتصادی را استفاده میکنم چون کلمه اقتصاد کمی وسیع تر است. اما اگر اصل کار را ما نگاه کنیم در اینجا عامل اقتصادی عموما نیست. در اینجا میتواند عامل مالی باشد. چون وقتی که یک موضوع را ما اقتصادی بها میدهیم، اقتصاد این فقط پول نیست. اقتصاد این زیربنا هست، اقتصاد این مهیا کردن شرایط است، اقتصاد این قرار قبول کنیم که برای دراز مدت نتیجه بدهد. برای مثال شاید حکومت جمهوری تاجیکستان یا هر حکومت دیگر امروز یک قرار قبول میکند که در همین یک دو سال آینده از لحاظ مالی بر ضررش است، ولی در دراز مدت
بر فایده اقتصاد انجام می شود. فایده این قرار را 10 سال بعد، 5 سال بعد، حتی بعضا 15 سال بعد ملت و کشور می بیند. برای مثال چین امسال یک کمی مجموعی در عمومی استحصالاتشون کمی پایین رفت و درصد رشد اقتصاد چین در مقایسه با سالهای پیشین 1% پایین تر رفت. حکومت چین چیکار کرد؟ یک بار آمد سطح انداز را پایین برد. سطح انداز را پایین بردن حکومت چین معنی آن را دارد که امسال به بودجه کشور، به بودجه چین مبلغ کمتر وارد می شود. حکومت از این حساب یک کمی ضرر میکند. اما چرا حکومت چین این کار را کرد؟ چون که سیاست حکومت چین سیاستی صرف مالی نیست، سیاست اقتصادی هست. اونها این کار را به خاطر آن کردند که بعد 3 سال 4 سال اقتصاد کشورشان درآمد بیند، فایده بیند از حساب پرقوت شدن زیربناهای اقتصادی. یعنی گاه میشد شما یک قرار مالی، یک قرار اقتصادی قبول میکنید که در کوتاه مدت بر ضرر مالی شما است، اما در دراز مدت بر ضرر اقتصادی، بر فایده اقتصادی شما است. در این حالتی که ما میبینیم حکومت نرخ را بالا برد، این میتواند یک دلیل مالی داشته باشد به خاطر کسب بیشتری پول، حالا چی به وارد کردن به بودجه دولت، چی به کیسه خودشان. اما به هیچ وجه، همدیاران عزیز میخوام این نکته را خوب دقت دید، به هیچ وجه این قرار اقتصادی نیست. به فایده اقتصادی کشور نه در امروز نه در آینده نیست و نخواهد بود. این را متخصصان در مقاله خودشان خیلی خوب بهتر از من اثبات کردن، نوشتند و هیچ ضرورتی تکرار کردن آنها نیست. اما بگذار حالا به این نتیجه رسیدیم که قرار مالی بود. این مال به فایده کی؟ آیا حکومت آمد نرخ اینترنت رو یک باره بالا برد به خاطر این پول بیاید به بودجه کشور وارد شود، یعنی از جیب مردم برود به بودجه کشور؟ آیا همین است؟ یا اینکه این پول از کیسه مردم بریزد به کیسه دیگر، به کیسه افراد معین، شخصیت های علاهیده که بعداً برود به صورت حساب های آفشاری در جزیره های ویرجین و در اونجا به فایده یک شخص یا یک خانواده انجام شود. من اگر به شرط این عامل های اساسیش عامل های مالی باشد که ظاهراً چنین هم هست، این هیچ وقت به فایده بودجه کشور نخواهد بود. این مستقیما می رود به جیب بعضی افراد معین. چرا؟ یک دلیل هست. اگر شما به صحبت های نمایندگان اگنتی ضد انحصاری و با نمایندگان خدمات علاقه و دیگر مسئولینی که میخواهند این قرار حکومت را، من به تاکید میگم این قرار حکومت است، این قرار اگنتی ضد انحصاری نیست، اونها را مجبور کردن که را به دوش بگیرن. اگر شما اهمیت داده باشید به حرفای جناب آدینه زاده، گفت که مقامات دخلدار قرار قبول کردند و به ما این را پیشنهاد کردند. نگفت که اون مقامات دخلدار کی هست. آیا حکومت جمهوری تاجیکستان است؟ آیا وزارت اقتصاد است؟ آیا کمیته امنیتی ملی هست؟ یا وزارت داخله است؟ نام نبرد، اما در صحبتش در رادیو آزادی خیلی شفاف گفت که مقامات دخلدار. یعنی بنده خدا با این حرفش میخواد بیاد که این کاری ما نیست، کار دیگران است که ما داریم فقط همچون سخنگوی آنها صحبت میکنیم. بنابر همین من این را قرار حکومت میگم، مسئولیتش به دوش خود حکومت است، نه به دوش این اگنتی ضد انحصاری. اگر بالفرض این قرار حکومت جنبه مالی داشت، مطمئن باشد که این مال میرود به جیب بعضی افراد. چرا؟ تا به امروز حکومت معین نکرد که به شرکت های موبیلی که اینترنت رو به مردم میفروشند خودش اینترنت رو با کدام نرخ میفروشد. یعنی اینترنت رو به پول از مثل که نور آفتاب رو از آسمان میگیرند اینها، یا با یک نرخ خیلی هم ارزان. و گفته نشده است که به شرکت های پهن کننده یا فروشنده اینترنت چندی میدهد تا اینکه آنها باید یک بار نرخ رو از برای 1 گیگابایت از 6 سامانی به 62 سامانی بردارند. پس در اینجا یک حلقه گم شده هست، یک سوراخی هست، هیچ کس اون رو نمیدوند و گفتن هم نمیخواهند. حالا بگیم که اگر ما این اینترنت رو به این قیمت میفروشیم،
پس این پول می رود مستقیما به بودجه کشور و اگر بدزدن هم بعد از بودجه میدزدن، نه اینکه از در این بین راه این مبلغ دزدیده میشه. اما فعلا تا اون وقتی که این نرخ رو به مردم نگفتن، پس معلوم می شود که در اینجا یک تجارت غیر قانونی در بین هست که این پول مستقیما از شرکت های پهن کننده اینترنت میریزد به اون صورت حسابی که اونها خودشون میدونن. خب اما جنبه میتونه جنبه دیگری مالی هم داشته باشد. ما یادمون نرود که در تاجیکستان سالهای اخیر تمام کارخانه و شرکت ها بازارهایی که درآمدی معین داشتند و درآمدزا بودند، آنها آهسته آهسته با راههای گوناگون هم با فشار هم با به طور صنعی مفلس کردن و شکسته کردن، اینها بالاخره همشون آمدن تبدیل شدن به مالکیت یک نفر یا یک خانواده. و شما اگر نگاه کنید روی خط بزرگترین بازارها را، از اون بازار یک خانم از شهرتوت گرفتند، یادم رفت بازار اینام بود به فکرم، از همون شروع شد. حالا من درباره بازار خانوادگی ما در شهر ترسونزاده نگویم که درباره بازار خودشان میگن، اما این سلسله دوام کرد، رسید تا شنیدم که بازار کاروان رو هم نصفش رو گرفتن، شنیدم که بازار فراوان و مرکز تجارتی صدبرگ، سفر سنتر و اینا رو همش رو با بهانه‌های گوناگون از صاحب ملکان پیشینه گرفتن یا فشار آوردن که به یک نرخ ارزانتر بفروشن. حتی چند شرکت اینترنتی و تلفنی کمپانی موبیلی رو هم از تاجیکستان بیرون کردن. فکر تک موبایل از بازار تاجیکستان رفت که سهمیه‌اش رو بعد یکی از افراد خانواده خرید. حالا میتواند این ادامه همون سیاست باشد، سیاست مفلس کردن، فشار آوردن، تا اینکه قدم به قدم تمام این بازارهایی که کمترین درآمد را دارد از صاحب مکان بگیرند و حالا که سیاست خب دوستان گرامی، تماس قطع شد با اون طرف. امیدواریم که به هر چه زودتر برقرار شود و بنده میخواستم در ادامه همین صحبت ها یک دو نقطه نظر دیگر رو نیز پیشکش شما کنم. خب دلیل های دیگری، یکی از دلیل های اصلی از نگاه بنده، یکی از دلیل های اصلی قیمت اینترنت رو بلند کردن، این کشیده گرفتن بیزنسی شرکت های موبیلی از نگاه من باید باشد. چون این از تجربه همین حکومت ما میفهمیم که هر با چنین واسطه ها اینها بیزنس های در همه ساحه بیزنس های مردم رو کشیده میگیرند. خب خودتون قضاوت کنید، همون شرکت های موبیلی که با تمام واسطه ها و انتن و دیگر وارد کردن، اگر از بازار برآمدنی شوند، البته که اون را پشتواره کردن نمیبرند، مجبور میشن که اون را با قدم یک قیمت بفروشن و این در داخل تاجیکستان هم ما میدانیم که صاحب پول همون یک حویله است، یعنی یا این داماد میخرد یا اون داماد میخرد، او یا این خدا یا اون خدا، یعنی بیرون از حویله سون نداریم و مجبور میکنند، یعنی مزایده میشود و در این مزایده یگانه خریدار که آن خودش صاحب همین شرکت
و سندیکات با نام تاجیکستان صاحبش که یگانه رحمانوف است از طرف همین اویلا خریداری می شود. فرض کردیم و اکسیوی بابلون باشد، بلاین باشد، دیگر باشد و بنده برام باورم که محض همین انگیزه است. بسیار برادران که با اقتصاددان که در این موضوع صحبت میکردن میگوید که این ضرری که با بلند بردن قیمت این علاقه وارد به شرکت های موبیلی می شود، در کوتاه مدت آنها را نمیتواند مجبور سازد که آنها بفروشند، لیکن آنها تحقیق دارند. یعنی اون شرکتی که در دنیا عمل میکند وی تحلیل دارد و شاید 9 ماه پیش، شاید 1 سال پیش از وقوع امان ضرر اون رو تشخیص دهد و شروع به فرار کند از بازار تاجیکستان. یگانه مبلغ گذار، یعنی مبلغ گذاران خارجی در تاجیکستان با جز شرکت های چینی همین شرکت های موبیلی بودند که با تاجیکستان اسعار خارجی وارد میکردن، یعنی در اقتصادیات تاجیکستان سهام بودن و اندازم از همه بیش از اینا جمع آوری میشد. و امروز همه کدام اقتصاددانی را که نپرسید با همین بالا بردن قیمت، بالا بردن نرخ تا حد میتواند برای جمع‌آوری مالیات خدمت کند، یعنی لیکن از اون بالا و پروسس برعکس شروع می شود. یعنی مردم خودداری می کنند از استفاده این مال و از بازار حتی بیرون می روند. من بر این باورم. خب اگر آماده باشد استودیوی در برلین. مرحمت. سخن به شما. سلامت باشد. تشکر دوستی عزیز علیم که در این وقتی که ارتباط بین هر دو استودیو قطع شد شما صحبت را ادامه دادید و در خدمت بینندگان عزیز بودید. بله، من قسمت آخر صحبت علیم را هم دیدم. واقعا یعنی اون شرحی که شما دادید درباره این عامل‌های مالی که چی میتواند سبب اصلی باشد، یکیش میتواند این باشد که ورشکسته کردن، مفلس کردن و بالاخره خریدن و به صاحب ملک اصلی این همه مالکیت اینترنتی در تاجیکستان تبدیل شدن یک یا یک چند نفری که نزدیک به خانواده هستند اونا باشن. چون ببینید من پیشتر هم گفتم که این سیاست تقریبا 20 سال است دوام دارد، یعنی قدم به قدم تمام کشور، تمام تاجیکستان و ملت را فرو بردن و تبدیل دادن به یک کارخانه شخصی و اصلا از کسی هم پنهان نمیکنن، از کسی هم ترس هم ندارن و اصلا اگر که از مردم خود شر میکرد، حالا ترس جای خودش که دیگر واقعا نمیترسن، حداقل شر میکردن باید همین قرار قبول نمیشد، اما حتی شر نمیکنن چی رسد به ترس. اگر این قرار در قرقیزستان، در قزاقستان، در روسیه، در هر کشور دیگر اگر می بود غیر از کره شمالی و غیر از تاجیکستان دیگر در همه نقطه‌های دنیا اون باعث یک انقلاب و خیزش مردمی میشد. اما چون ملت رو میانش رو شکستن، مردم رو به یک مردم بی غیرت تبدیل دادن و بهترین فرزندان ملت رو یا زندانی کردن یا کشتن یا مهاجر کردن، دیگر حالا ماندن با یک گروه از شهروندانی که یا پیرانسال هستند یا
زن هستند و اونایی که جوان هستند بیچاره یا که از ترس خاموش هستند یا یک قسم دیگر تبدیل شدن به لبیگوی و به تعریف و توصیف. اما اون نیروی اصلی ملت بیشتر از 2 میلیون جوانان بناموس با غیرت که در فکری پیدا کردن ریسک حلال هستند برای تامین زندگی خانواده هاشون در روسیه هستند و طبیعی است که حکومت هم از کسی شرم و حیا و ترس ندارد، وگرنه این گونه قرار احمقانه و ظالمانه را هیچ وقت قبول نمیکرد. من برای آنکه یک مثال بیارم از فعالیت خودم و این کسانی که میخوان حالا مالکیت را بگیرن، یادم نیست سالهای 2012 بود یا 13 وقتی که یک روز از یکی از کارخانه‌های ما زنگ زدن، گفتن که چند نفر اطراف کارخانه اون جایی که دفتر تجارتی بود دارن نوار میگیرند و مردمی ناشناسن. من زود آمدم و سلام علیک کردیم. خیلی جوانای خوش معامله با تبسم گفتن که بله ما به اجازت این رو داریم کارخانه شما رو ثبت میکنیم، نوار میگیریم، اما شما نگران نباشید ما همسایه شما هستیم. گفتم شما یعنی همسایه یعنی چی؟ گفتن اون طرف دیوار رو که حالا تاجیکسنا بود یا گاسنا و همون 10-12 گکتر زمین هم داشت، کارخانه‌های انبارهای بزرگی که از زمان شورای باقی مونده بود در شهر دوشنبه. گفتن ما همون رو خریدیم و ما همسایه شدیم چون دیوارها به هم نزدیک بود. گفتم کی خرید یعنی؟ گفتن خب کی میخرد این گونه ابیکت های بزرگ رو؟ خندیدن گفتن که اسم یکی از افراد خانواده را گرفتن و گفتن خب با حکم تقدیر ما همسایه شدیم و حالا فکر است که کارخانه شما را هم بخریم تا همش یک جایه باشه. من گفتم نه، من نیتی فروختن ندارم و چون ده نفر 100 نفر کار میکنن، معاش میگیرن، زندگیشون رو میبرن و گفتن ما یک نرخ خوب به شما پیشنهاد میکنیم بالاتر از نرخ بازار و شما راضی خواهید بود. من گفتم به هر صورت من فروختنی نیستم و این نظری موقع ما رو برسونید. چند روز بعد آمدن گفتن که ما مشورت کردیم و یک نرخی 1 برابر بیشتر تقریبا از نرخ بازار پیشنهاد کردن و گفتن برای ما این مالکیت شما اینجا اونقدر مهم نیست، جا مهم است، این زمین و این میخوایم با هم وصل شوند اینها. چرا شما نمیفروشید؟ میتونید با این مبلغ در هر جا از این بهتر جا بگیرید و کارخانه دیگر آباد کنید. من گفتم بله من میدونم اقتصاد رو خوب میفهمم، تجارت رو خوب بلد هستم، پولی که شما پیشنهاد میکنید خیلی بالاتر از نرخ بازار هست. هر وقت دیگر میشد در شرایط دیگر من خیلی زود میفروختم. اما چرا نمیفروشم؟ برای اون که بالاخره باید شما رو در یک نقطه منع کرد و شما حالا دوشنبه رو تا این قسمتش خریدید، اکنون به قسمت 7 کیلومتر رو طرف وحدت، اگر شما رو در اینجا ما منع نکنیم شما قدم به قدم تا وحدت و فیض آباد و بعد منطقه رشت و بدخشان تا سرحد خیتای می روید. باید در اینجا منع شوید تا اینکه به دیگران هم مالکیت برسد. گپ در بازار و گپ در نرخ نیست. و با همین صحبت ما جواب دادیم و رفت. حالا دیدیم که بعد این حادثه به پول هم گرفتنش دیگر. حالا نمیدونم مالکیتی کی شد یا به مالکیتی کی کدامی از این افراد تبدیل می شود. ولی این مهم نیست. مهم این که یک نقشه هست که برای مفلس کردن یا با فشار یا به هر شکل دیگر آهسته آهسته گرفتن تمام این مالکیت ها، بازارها، کارخانه ها و الان شرکت های موبیلی. خب دوستان عزیز، تا اینجا ما با این نظر بودیم که تحلیل کردیم که آیا این عامل مالی داشت یا عامل دیگر. اگر عامل مالی یا سبب مالی هم داشته باشد مطمئن باشید که دیگر این نه به خاطر بودجه کشور، نه به خاطر مردم، بلکه به خاطر پر کردن کیسه یک یا یک چند نفر است. چون که تمام اقتصاددان ها متخصصان الکی اثبات کردند که این قرار سخت‌ترین ضربه را به اقتصاد کشور، به مردم، به دولت ما خواهد زد. اما چون اونها فقط در فکر کیسه خودشان هستند متاسفانه این قرار را قبول کردند. بیا دوستان عزیز پهلو دیگری مسئله را هم ببینیم. شاید که اینجا عامل‌های سیاسی هم وجود دارد، تنها عامل مالی نیست. همونطوری که دوستمون علیم شیرزمانوف پیشتر گفت، شاید که یکیش میتواند بیشتر فعال شدن مخالفین در عموم در خارج هست و شاید یک عامل دیگری سیاسی هم هست در عموم کنده کردن مردم از اطلاعات. حالا فرق ندارد که این اطلاعات
از طرف مخالفین پهن کرده می شود یا اطلاعات از طرف سرچشمه های گوناگون مستقل مثل روزنامه‌نگاران، مثل محققان خارجی، شبکه‌های تلویزیونی خارجی، سازمان‌های روزنامه‌نگاری خارجی. شما شاهد هستید که اخیراً در اروپا هم یک کنگره روزنامه‌نگاران و بلاگرهای مستقل تأسیس شد، شاید در آینده باز بیشتر شود. اینا همه وظیفه دارند و حتما این کار را خواهند کرد که معلومات و اطلاعات بی‌طرفانه دقیق را به مردم پیشنهاد خواهند کرد و این شاید که ربطی زیاد به فعالیت مخالفین نداشته باشد. در عموم حکومت جمهوری تاجیکستان می‌خواهد مردم تاجیک را از اطلاعات کنده کند، از جهان کنده کند. مردم در یک محیط زندگی کنند که فکر کنند که بله بهترین وضعیت رو دارند، بهترین پرزیدنت رو دارند، بهترین شرایط رو دارند، هر چی که حکومت گفت همون رو باور کنند. مردم آگاه نشوند که در دنیا دیگر مسائل هست، پیشروی ها هست. مردم امکانیت مقایسه نداشته باشند، امکانیت دریافت معلومات الटरनेटیوی نداشته باشند. من فکر میکنم که مسئله رو یک کمتر وسیع‌تر باید گرفت. اینجا تنها فعالیت ما مخالفین نیست که باعث قبول این قرار شده باشد. من نظرم تحلیلم این است که حکومت جمهوری تاجیکستان و این کمانده که الان در سر قدرت هست به این نظر هستند که هر چقدر مردم کمتر بداند، سوادش پایین‌تر باشد، کم بغل‌تر باشد، همون قدر مدیریت کردن این مردم آسان‌تر و راحت‌تر است. همونطوری که در کره شمالی به همین درجه رسیدند که با سفارش گیره میکنند، با سفارش میخندند، با سفارش قرصک میزنند و مثل یک ارتش بزرگ شدند و مردم هم دیگر دارن کم کم میگریزن، فرار میکنن به کره جنوبی. ولی مردمی تاجیک چیکار کند؟ یا مجبور است در این شرایطی که مثل کره شمالی است زندگی کند، یا هجرت کند به روسیه برای جای کار، یا هجرت کند به اروپا برای آزادی بیشتر. و در هر صورت همدیاران عزیز، چه عامل‌ها سیاسی است، چه عامل‌ها اقتصادی هست یا مالی هست، ما باید بدونیم که در مجموع بر ضرر ملت و دولت انجام می شود. این به معنی آن است که اگر بالفرض حکومت می‌خواهد که با این راه بین ملت و رسانه‌ها و شبکه‌ها و جهان مانع ایجاد کند، بین ملت و مخالفین دیوار بنا کند، ایجاد کند تا اینکه ارتباط نباشد، اصلا یک فکر خیلی هم ساده احمقانه است. دنیا به اون حد دیگر تنگ نیست که تنها اطلاعات از طریق همین اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی برود. و اصلا دوستان عزیز، شنونده و بیننده اصلی ما هم در داخل تاجیکستان نیست. خودتون میدونید در داخل تاجیکستان هم اینترنت قیمت است و هم بسیاری از شبکه‌ها بلاک شدند، محدود هستند و هم مردم از ترس شاید که زیاد صحبت‌ها، نوارهای سیاسی رو تماشا نکنند. اما شنونده و بیننده اساسی ما در خارج است. 2 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه، در اروپا، در ترکیه، قزاقستان و جاهای دیگر است. اینا هستند مردم اصلی که ما با آنها خطاب میکنیم، مراجعت میکنیم و آنها خودشان، شما میخواهید نمیخواهید، حرف دل مردم رو خواهند زد، حرف دل ما رو با مردم خواهند رساند. حالا شما اگر نرخ اینترنت رو 10 برابر دیگر هم قیمت کنید، اصلا اینترنت رو قطع کنید، معنی این رو ندارد که مردم حرف ما رو گوش نخواهد کرد. برعکس، مردم بیشتر مشتاق میشوند، مردم بیشتر جستجو میکنند که اینها چی گفتند، چی گفتنی دارند. بنابراین همین اگر حتی دلیل شما دلیل سیاسی هم باشد، من فکر میکنم که این یک اقدام بسیار احمقانه بود و هیچگاه باعث ارتباط ما با مردم نخواهد شد. برعکس، ما تصمیم گرفتیم و حتما شاهد خواهد بود که فعالیت‌های خود را در آینده چه از طریق شبکه‌ها و چه از طریق رسانه‌ها بیشتر خواهیم کرد و این طبیعی هم هست و فرق ندارد که چی ما باشیم چه کسی دیگر. و خیلی خوب هم هست که میبینیم که مردم وقت آخر خیلی فعال شدن، جدا از حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی، خود نمایندگان جامعه شهروندی، سازمان‌ها، بلاگرها خیلی فعال شدند و شما حکومتداران محترم چی بخواهید چی نخواهید، دیگر در روبروی یک انبوه بزرگ از ملت ایستاده اید. حالا مخالفین، پیمان ملی تاجیکستان، گروه 24، انجمن سازندگان، وطندار یا هر کسی دیگر، اینا یک
جزء از ملت هستند. اینا همه ملت نیستند. شما اکنون با این قرارهای خود را در مقابل همه ملت گذاشتید. حتی کسانی هم که ما را دوست ندارند و نمیدارند، اونها در این مسئله حتما با ما هم فکر خواهند بود، زیرا ما یک مسئله عمومی ملی را داریم مطرح میکنیم. خب دوستان گرامی، در آخر من دو سه توصیه داشتم، پیشنهاد داشتم به هم مردم هم حکومتداران وابسته به همین موضوع. پیشنهاد اولا، توصیه‌ام به مردم عزیز این است که اگر ما واقعا میخواهیم که حکومت از این قرار ابلهانه خود دست بکشد و حتما باید دست بکشد، ما باید این موج اعتراضات خود را ادامه بدهیم. این اعتراضات شرط نیست که تبدیل شوند به مثلا راهپیمایی ها یا اعتراض های مردمی در خیابان ها. هممون میدونیم که شرایط الان برای این مساعد نیست و هیچ کس حق نداره در چنین شرایطی از بیرون مردم را دعوت به راهپیمایی و اعتراض های خیابانی در داخل کشور کند. اگر روز و وقت و ساعتش فرا رسید و ما درک کردیم که چنین وقت فرا رسیده است، حتما ما این پیام را و این خواهش را از شما خواهیم کرد. اما اعتراض وقتی که ما میگیم باید ادامه یابد، به این معنا است که به هر شکلی که امکان دارد اون را باید بیان کرد. برای مثال برخی از دوستان بلاگرها خیلی کار خوبی را آغاز کردن که به طریق استافیت از یک نفر به نفر دیگر میدین صحبت های کوتاه در این موضوع، و من از همه دوستان وابسته از اون که ارتباط با کدام حزب و گروه دارند، مستقل هستند، این اقدام و این تشبث دوستان رو باید جانبداری کرد و آن را دوام داد. اونه که قلم دارد با قلمش، اونه که سخن دارد سخنگو است با سخنش. در مجموع باید این حکومت درک کند که ملت به اون حد دیگر بی صاحب نیست. بله، ملت از دست شما ظلم دید، جبر دید، تا حد شکسته شد، اما هنوز هم نریخته است. ملت قدرت و توان مقابلت و اعتراض را دارد و اجازت نخواهد داد که با یک دستتان، من چیزی که پیشتر در یک صحبت گفتم، دستتان رو یکیش رو در مغز مردم، یکیش رو در جیب مردم، یکیش رو در درون لباس مردم بیاندازید و هر چی کاری که دلتون میخواهد بکنید. ملت باید در یک جا شما را منع کند. پیش از این هم چند مرتبه موفق شد ملت. یکیش اینکه تمام ملت، مردم، سازمان ها دست جمعانه کار کردن که هم حمزه جان و هم فاطمه رو از دست شما رهاندن، که من بار دیگر به مردم عزیزمون تشکر میگم برای این کار جسورانه و انسانیشان. هم برادر عزیزمون شراف‌الدین رو از دست شما رهاندن و هم این سیم کارت ها رو میخواسته 250 سامانی کنید، این رو به مجبور کردن مردم که به عقب پرتوید. من باور دارم که اگر مردم این اعتراضش را، این صدای یگانه ملی را نگه بدارد، شما بخواهید نخواهید دست از این حماقت و ابلهی خواهید کشید و برمیگردید. بنابراین من مردم رو دعوت میکنم که در این کارزار استوار بیستند و با هر راهی که امکان دارد این فعالیت خود را ادامه بدهند. و یک توصیه دیگر به خود حکومتداران هم دارم، همونطوری که در یکی از صحبت‌ها در قضیه شراف‌الدین یک توصیه به شما کرده بودم که بعضا حرفای ما رو همچون اپوزیسیون قبول نکنید. ما درست که رقیب هستیم، اما ما دشمن شما نیستیم، دشمن این ملت و کشور نیستیم. بعضا به حرفای مخالفین، به حرفای کارشناسان هم گوش بدهید، بد نیست. من توصیه‌ام به شما این است که هر چه زودتر از این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی، غیر ملی خود دست بکشید. هر چقدر زودتر دست بکشید همون قدر به نفع شماست. بالاخره یک روز نه یک روز این عمل غیر قانونی شما برای مردم آشکار می شود و الکی آشکار شده ایستاده است، خودتون پشیمان می شوید. اما اگر بدی ندارد که امروز این کار انجام بدهید. وقتی ما به شما توصیه دادیم که هر چه زودتر شراف‌الدین رو رها کنید با فایده شماست، شما این حرف رو گوش کردید و رها کردید، دستتون درد نکند و با فایده شما هم شد. یعنی شما از بسیاری مشکلات بین المللی خود رهیدید و هیچ ضرر هم نکردید. امروز هم وقتی میگیم که این قرار رو بیکار کنید، ضرر نخواهید کرد. هم ملت فایده میکند، هم شما فایده خواهید کرد، اقتصادی کشور فایده میکند، هم از این بی‌آبرویی خود پیشگیری خواهید کرد. بنابراین ما توصیه ما این است که هر چه زودتر از این قرار خود دست بکشید. و یک
پیشنهاد دیگر، پیشنهاد همچون شهروند جمهوری تاجیکستان و پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان میکنم. اگر پیشنهاد خطی مرا قبول میکردن این کار رو خطی میکردن، ولی فکر میکنم که پیشنهاد خطی مرا قبول نخواهند کرد. طبق قانونگذاری کشور طریق رسانه ها هم پروکراتور گنرالی حق دارد و میتواند پرونده جنایی باز کند و نه تنها در اساس عریضه دعواگی بلکه در اساس موادی که در مطبوعات در رسانه ها نشر می شود. حالا که ما این صحبت ما حتما در رسانه ها در شبکه ها نشر می شود، شما می توانید از این استفاده کنید و پیشنهاد من این است، حتی طلبی من این است همچون شهروند، این که پروکراتور گنرالی پرونده جنایتی باز کند علیه مسئولین این قرار برای راه اندازی یک سابوتاژ اقتصادی علیه کشور و ملت. من این قرار را واقعا یک سابوتاژ میدونم. من نمیدونم در زبان تاجیکی کلمه سابوتاژ چگونه ترجمه می شود، شاید که یک توطئه علیه ملت و کشور ترجمه شود. اما برای آنکه پروکورورها حقوق شناسان خوب دانند، یک بار قانونگذاری کشور را ببینن، ورق بزنن که معنی سابوتاژ چی است و قراری که حکومت قبول کرد از به دست اگنتی ضد انحصاری، این یک سابوتاژ ضد دولت و ملت است و خود پروکراتور خودش انتخاب کند که کی را علیهش پرونده جنایتی باز میکند. اگر رهبریت این اگنتی است علیه این اگنتی، اگر رهبریت حکومت است علیه رهبریت حکومت این پرونده باید باز شود و اقدام کند. اگر واقعا ناموس ملی دارند، اگر واقعا حقوق شناسند، واقعا پروکراتور گنرالی هستند. من درباره گنرال های یا افسرهای ملی تاجیکستان دیگر صحبت نمیکنم. اگر هر افسر گنرال ملی با ناموس در کشور ما می بود، الکی کار خود را انجام داده بود و مثل گنرال های آزاد و گنرال های مردمی دیگر جاها وقتی میبینن که یک نفر یا یک گروه ملت را، کشور را به نابودی برده ایستادن، ملت را غلام کرده ایستادن، اینها دست به کار میشن، چون وظیفه جانی آنها، وظیفه کنستیتوشنی آنها پیشگیری کردن از شکسته شدن دولت و ملت است، رهانیدن ملت از سابوتاژ، از دیورسی های داخلی و خارجی است. وظیفه گنرال ها نباید که مبارزه با فرزندان ملت، با مخالفین باشد، یکی را زندان کند، یکی را بکشد، یکی را بیرون از وطن کند. وظیفه شما حمایت از وطن و ملت، از کشور است. فرق ندارد که این خطر از طرفی که تهدید میکند، اگر از طرف اپوزیسیا باشد، بله باید شما علیه اپوزیسیا مبارزه برید. اما اپوزیسیا تاجیک امروز چیکار میکند؟ میگه اینترنت رو ارزان کن، میگه زیر ملت کار نکن. این نه سابوتاژ است، نه دیورسی است، نه یک عمل دشمنانه علیه ملت. شما باید مبارزه‌تان را علیه کسانی برید که با استفاده از قدرت، از منصب علیه ملت و کشور هم سابوتاژ کرده ایستادند، هم دیورسی کرده ایستادند و ملت و کشور را دارند مفلس میکنند، ورشکسته میکنند، به زانو میشینانند، تبدیل به کارخانه شخصی یک نفر میکنند و شما را هم گنرال و پلکانیک و افسرها را معذرت میخواهم تبدیل دادن به یک پاسبان و قراول کارخانه شخصیشون با نام تاجیکستان. و شما هم هر روز یک اردن میگیرید، پگان میگیرید و دعوا هم دارید با فخر که بیا برای دفاع از ملت و از کشور و از وطن این اردن ها را گرفتید. در مقابل کی جنگیدید؟ در مقابل ارتش بیگانه ها. مرز تاجیکستان رو دارن از هر طرف رخنه میکنن، میگیرن زمین را. شما هر روز در مبارزه علیه فرزندان این ملت، در مبارزه علیه مخالفین مدال اردن میگیرید. جای شرم است، جای عیب است. من میدونم که در بین شما چه یوریست ها، چه کارمندان پروکراتور گنرالی، وزارت داخله، وزارت کمیته امنیت ملی، وزارت دفاع و تمام ساختارهای دولتی هنوز هم افراد وطن دوست، ملت دوست، جوانمرد با ناموس خیلی زیاد است. اما متاسفانه یک دسته شما رو تبدیل دادن به یک گروه قراول، پاسبان درگاه خودشان و علیه ملت و کشور استفاده میبرند. اینجا جای پیوست شدنتون به ملت است. ما نمیگیم شما الان یگان اقدام کنید. شما وظیفه کنستیتوشنی خود را انجام بدید، وظیفه قانونی خود را انجام بدید. اون نفری که این قرار غیر قانونی، غیر ملی را قبول کرد، اون را از گریبانش بگیرید، بیارید جوابگو باشه در نزد ملت. فرق نمیکند که این کمیته، باز تکرار میکنم، اگر کمیته ضد انحصاری است یا اگنتی، این جوابگو باشد، اگر نه از این بالاتر و از این
بزرگترشان. خب در همین جا من صحبت امروزه خود را به انجام میرسانم و اگر از استودیو اگه سوال‌های باشد چی در همین موضوع چی موضوعات دیگر خواهش میکنم اونها رو مطرح کنن. ما در خدمت شما هستیم. خب دوستان عزیز، اینک باز در استودیوی ورشاو قرار داریم و در اینجا از طرف فیک های فابریک یا فرم جواب بعضی سخنهای دغل و درشت گفته شده است. نسبت ما گفته شده بود و می شود، لیکن حاضر نسبت شهروندان گفته شده بود که قیمت اینترنت را به آن سبب بالا بردیم که هر کس و نوکس به اینترنت وارد نشود. یعنی اینترنت جای انسان‌های برگزیده است، نه برای همه شهروندان تاجیکستان که هر کس و ناکس ندارد به اینترنت. و اینجا از سابق از برنامه پیشین سوال باقی مانده است که چونین 3 سوال گذاشته است. نمیدونم نام این نفر رو گیرم یا نه، گرچند سوال ها بر ضد ما است ولی در تاجیکستان فرق نیست، میتوانند این را هم به جوابگری کشند. شاید نامش را اعلان کنیم. یعنی اینجا 3 سوال گذاشته است. چرا حزب شما نه در داخل کشور نه در پیمان ساخته‌تان یگان برنامه اقتصادی الترناتیوی پیشنهاد نکردید؟ شما در انجمن پیش از انتخاباتی سال 2010 اعلان کرده بودید که مبارزه با کروپسیا را با اینیت در دست میگیرید، اما از آن زمان چندین سال گذشت و دیگر نه کروپسیا به یادتان زد و نه حزبتان آن برنامه اعلان کرده‌تان را عملی کرد. آینده برنامه‌های دیگرتان هم مثل همین مبارزه‌تان با کروپسیا عملی نمی شوند؟ و 3م سوال، شما خودتان همچون سرمایه‌دار و تاجر در داخل کشور آیا یگان عمل کروپسیونی انجام نداده اید؟ این را از روی انصاف وجدانتان راست جواب دهید. سلیمان رحیموف مهاجر. خب مرحمت اگر اون طرف آموده باشند. محترم رئیس. بله من آماده هستم، این سوال ها را نوشتم. تشکر دوستی عزیز که به موضوع نزدیک سوال داده، چون موضوع ما اقتصادی هست و کروپسیا هم یکی از موضوع است که خیلی ربط به اقتصاد و از اجتماعی مردم داره. دوستی عزیزم شما سوال گذاشتید که چرا حزب ما چه در وقتی در تاجیکستان بودند و چه در هیئت پیمان هیچ برنامه اقتصادی پیشنهاد نکرده است. پس معلوم شد که شما 2 مسئله رو خوب نمیدونید. یکی شناس به برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی جمهوری تاجیکستان نیستید. دیدیم که اصلا خود شما تصورات درباره برنامه اقتصادی و دیدگاه اقتصادی ندارید، یا اگر داشته باشید هم کمتر دارید و شما هم تحت تاثیر همون دیدگاه های قدیمه ماندید که باید یک حزب سیاسی یا یک پیمان، یک نامزد، یک نفر باید که حتما مثل یک حکومت یک برنامه دقیقی عملی اقتصادی داشته باشد تا اینکه اون رو باید بیاد سال به سال مرحله به مرحله عملی کند. این گونه برنامه ها رو تنها حکومت ها باید داشته باشند، چون حکومت وقتی در اختیارش بودجه قرار میگیرد، بودجه ما و شما، در اساس اون بودجه برنامه اقتصادی تهیه میکند، برنامه استراتژی میکند و اون را سال به سال انجام میدهد. اما یک حزب اپوزیسیونی، ولی فرق ندارد چه حزب اپوزیسیونی چه غیر اپوزیسیونی، یک سیاستمدار، یک پیمان، یک ائتلاف، اون نمیتواند و نباید هم یک برنامه دقیق اقتصادی پیشنهاد کند. کسی اگر این را طلب میکند یا تصورش این است، پس نه سیاست رو میداند نه فعالیت اپوزیسیونی رو میداند و اصلا نمیداند که این گونه کارها در کجا انجام میشوند. من برای شما یک مثال میارم. حالا مگر کسی میتواند بگوید که برای مثال انتخابات اوکراین رفته ایستاده است،
چند نامزد هست، تیماشنکو بود، زلنسکی هست، پاراشنکو هست. مردم میتونند از پاراشنکو درباره برنامه اقتصادیش سوال کنند که چرا انجام دادی، چرا انجام ندادی. اگر شما ببینید برنامه اقتصادی زلنسکی رو، تیماشنکو یا هر کسی دیگر رو، از چی عبارت است؟ از همگی دو صفحه گپی بسیار خلاصوی مشخص که اگر ما سر قدرت آمدیم در بخش اقتصاد چیکار میکنیم. دقیقاً همون چیزی که در برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا اون وقتی که در داخل کشور بودیم هست. دقیقاً همون حرفای کوتاهی که در دکلراسیا یا مرامنامه‌ای که پیمان ملی جمهوری تاجیکستان خیلی مشخص و مختصر اعلان کرد و الان طبیعی است که دیگر یک برنامه مفصل‌تر در مرحله آماده کردن هست. اما این برنامه اقتصادی یک پیمان هم نباید تبدیل به یک دیسرتاسیون علمی شود که عبارت از 20 صفحه که آن رو هیچ کس نخواند. بنابراین همین دوستی عزیزم، شما یک کمتر نگاه‌های خود را معاصرتر کنید، اصلاح کنید و بیرون بیاید از اون تصورات پیشینه‌ای که درباره برنامه اقتصادی داشتن مردم. حالا بیاید یک کمتر معاصرتر و زمانه‌ای‌تر فکر کنید، ببینید که برنامه اقتصادی برای مثال پیش از انتخاباتی ترامپ چقدر بود، چی بود، از زلنسکی چی است، از دیگر سیاستمداران و احزاب چی است و بعداً بیاید مقایسه کنید. بنابراین همین اون چیزی که الان گفته ایستاده ایم درباره آن که اگر ما به سر قدرت بیاییم یا اگر این حکومت حاضره از سر قدرت بیرود، یک گروه ملت دوست بیاید، اینها در بخش اقتصاد چیکار میکنن، این خیلی واضح روشن است و این سوالی که شما بعداً دادید ربط دارد به همین سوال اولتون. اولین کاری که ما در سمت اقتصاد در آینده خواهیم کرد این از بین بردن کروپسی است، رشوه ستانی، پاره‌خوری که این حکومت امروزه تا اوج اعلا رساند و ملت ما، کشور ما در بین 190 کشور دنیا همیشه در بین 20 کشور بالاترین از لحاظ کروپسی قرار دارد. مگر این برنامه اقتصادی نیست؟ برنامه اقتصادی دوستی عزیز دیگر شاخ و دم ندارد. اگر کسی بیاد و شما پیشنهاد کند که من اگر سر قدرت آمدم فلان مقدار زواد میسازم و کارخانه میسازم و نمیدونم کانی انگیش میسازم، پس شما بگید که این برنامه اقتصادی نیست، این برنامه استحصالی است که این را یک وزارت میکند. اما برنامه اقتصادی یک حزب، یک گروه، یک نامزد پرزیدنتی خیلی مختصر عبارت از 3-4 جمله است. یکم من بیام کروپسی را از بین میبرم و چگونه از بین میبرم باید مشخص بگید، با راه بلند بردن مثلا معاش، با راه جزا دادن فسادکاران و شفاف کردن مناسبت‌های اقتصادی، شفاف کردن قانون، شفاف کردن فعالیت وکیل و وزیر غیره و هکذا. این میشد برنامه اقتصادی. دیگر نقطه برنامه اقتصادی میتواند باشد که اگر ما سر قدرت آمدیم، برای مثال رشد صاحبکاری میانه و خرد، با کدام راه؟ شما شاید سوال بدید که چرا این حکومت امروزه نمیتواند رشد صاحبکاری میانه و خرد رو در تاجیکستان راه اندازی کند و شما میتوانید؟ دلیلتون چی است؟ جواب ما هم خیلی مشخص و ساده هست. حکومت امروزه تاجیکستان انداز را از مجموع استحصالات 67 از 3% معین کرده است، انداز بندی کرده است، در صورتی که همسایه ما حد اکثرش 40% است. ما میاریم این سطح انداز را برابر همسایه کشورها میکنیم و حتی پایینتر از آن. چرا؟ برای آنکه دلیل داریم. جمهوری تاجیکستان یک کشور بیشتر کشاورزی هست، بیشتر نیاز به پشتیبانی دارد و این راهکارهایی هست که جزئی برنامه اقتصادی میشود. اگر هر کسی بیاد به شما یک تا دیسرتاسیون پیشنهاد کند عبارت از 100 صفحه بگید که من نقطه به نقطه این کارها را انجام میدم، نه شما میخونید، نه مردم با آن توجه میکنند، نه کسی دیگر. حکومت جمهوری تاجیکستان دهات از این برنامه دارد، یگان تاش اجرا نمیشود. بنابراین همین دوستی از این تصور خود را درباره برنامه اقتصادی یک کمی تغییر بدید. اما گفتید که چرا در انتخابات قبلی درباره مبارزه با کروپسی صحبت کردید و مبارزه نبردید. دوستی عزیزم، همین حرفایی که ما زده ایستادیم این مبارزه بر ضد کروپسی است. وقتی که آشکار میکنیم فعالیت‌های کروپسیونی رحمانوف و خانواده‌اش و اطرافیانش را، این چی هست؟ این مبارزه با کروپسی است. مگر مبارزه با کروپسی یگان شاخ و دم دارد؟ من زندان ندارم که کروپسیونرای رحمانوف رو بیارم زندانی کنم. من پلیسیا ندارم، من اگنتی ضد کروپسیونی ندارم که این کارها رو انجام بدم. مبارزه ضد کروپسیونی من، پیمان ملی
تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام این مبارزین این است که فعالیت کروپسیونی این فسادکاران را کروپسیونرها را آشکار کردند. وظیفه شما هم همین است. اگر شما هم این کار را میکنید پس شما هم در این مبارزه با ما شریک هستید، در یک صف هستیم علیه کروپسیونرها. در داخل تاجیکستان هم بودیم همین کار را میکردیم و همین حرفا را میگفتیم و مبارزه یک حزب اپوزیسیونی همین است. شما میدونید که اولین پرونده که علیه رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد مرحوم سید عبدالله نوری بعد از صلح باز کرده شد، این پرونده شهرداری دوشنبه بود. وقتی که استاد نوری در یک مصاحبهش گفت که در مقامات شهر دوشنبه مناسبت‌های کروپسیونی جا دارد، بخصوص در پروژه هایی که مربوط به آب هست و استاد نوری را شهرداری به سود داد. گفت که تهمت میکنید در تاجیکستان ما کروپسیون نیست و همه سر و صدا بلند کردن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکومت را تهمت میکند، دروغ میگه، در تاجیکستان ما کروپسیون نیست. بعد یک سال این حرف رحمتی استاد، خود حکومت جمهوری تاجیکستان اگنتی مبارزه علیه کروپسیون را تأسیس داد. من در اون وقت بعد سوال کردم از مشاور پرزیدنت، گفتم که شما دیروز ما را میگفتید که در تاجیکستان کروپسیون نیست و شما ما را تهمت کردید. اگر کروپسیون نیست برای چی اگنتی مبارزه علیه کروپسیون تأسیس دادید؟ مادامی که اگنتی را تأسیس دادید میخواهید مبارزه برید، پس کروپسیون بوده است. اگر که کروپسیون هست چرا میگید که کروپسیون نیست؟ بنابراین همین دوستی عزیزم، ما یکی از حزبای هستیم که از روز اول علیه کروپسیون بودیم، پرونده داریم، دلیل داریم و چندین مراتب علیه خود مرا هم همچون وکیل به دادگاه کشیدن برای یک سخنرانی هم در مجلس نمایندگان علیه بعضی فعالیت‌های ناشفاف در مسائل اکولوژی که درخت‌ها را می‌بریدن، می‌فروختن به آشخانه‌هایی که سمبوسا می‌پختن. می‌دیدیم یک درخت بریده شده را چند سوم سودا می‌کردن. البته شاید مقامات بالای شهرداری نبود ولی اون زینه‌های پایین‌ترش این کار را انجام می‌دادن. بعد ما را هم به دادگاه کشیدن که ما ایمیج شهرداری را ضربه زدیم. یعنی این معنی را دارد که در داخل کشور ما مبارزه علیه کروپسیون می‌بردیم. الان هم که این حرفا را می‌زنیم، این صحبت را کرده ایستادیم، این مبارزه علیه کروپسیون است. من باور دارم که شما هم به این مبارزه پیوست خواهید شد. اما شما سوال دادید دوستی عزیز که آیا یگان مراتب خودم همچون صاحبکار یا شهروند دست به عمل کروپسیونی زدم یا نه؟ عمل کروپسیونی دو حالت دارد دوستی عزیز. یکی این که یک طرف خودش منصبدار و مقامدار هست، با استفاده از منصب پول میگیرد یا یک امتیاز میدهد به طرف دیگر به خاطر درآمد پولی، یا خودش مثلا تاجر هست، بیزنسمن هست، به طرف دیگر رشوه میدهد، پاره میدهد. من هیچ وقت منصب دولتی غیر از وکیل مجلس نمایندگان نداشتم که امضای من در یگانجا تاثیر داشته باشد که زمین را فروخته باشم، منصب را فروخته باشم، یا قرار امضا کرده باشم که از آن یک دوستم، یک خویشاوندم فایده اقتصادی یا مالیوی برداشته باشد که این را بگیم که من به واسطه کروپسیون رو به طور اکتیو، یعنی خودم دست به آن زده باشم. و هیچ وقت هم به یگان نفر پاره ندادم، رشوه ندادم که همچون کروپسیونری پسیو باشم، یعنی طرف دیگری عملیات کروپسیونی باشم. چون تمام فعالیت تجارتی من تا وقتی که رئیس حزب شدم و وکیل مجلس نمایندگان شدم فعالیت تجارتی داشتم. طرف تجارتی من خودی حکومت جمهوری تاجیکستان بود و مالکیت هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان از طریق کمیته دولتی اموال و بیرژه فروش مال و اموال میفروخت، اون هم مالکیت های را من خریدم. دوستان عزیز میخواستم اینجا خیلی توجه کنن، شاید سوال با وجود بیاد که من چگونه توانستم در یک مدت 4-5 سال سرمایه غون کنم، تاجر شوم و اینها، و این سرمایه اولی رو از کجا پیدا کردم. و شاید شما هم در این سوالتون این را منظورتون همین باشد که چگونه من پاره ندادم که تجارت کردم در شرایطی که در تاجیکستان تقریبا بدون پاره دادن تجارت کردن غیر امکان است. دوستان عزیز، اگر کسی فعالیت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با خصوص فعالیت‌ها در بخش جلب سرمایه‌اش را بین سالهای 99 تا 2003 2004 تا 2005 را اگر
پیگیری کند، برید گازیت های اون وقت رو بخونید، سایت ها رو بخونید، یک چیز رو شما خوب درک میکنید. وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت کرد به بانک جهانی و MVF بنیاد بین المللی اسعار، اونها شرط گذاشتند که شما باید روند خصوصی کناری در تاجیکستان خصوصی گردانی باید جاری کرده شود، سرعت بخشیده شود. در اون صورت ما به شما قرض‌های امتیازناک و گرانت‌ها پیشنهاد خواهیم کرد. و حکومت جمهوری تاجیکستان باید قرار خودش تمام ابیکت‌های نیم ساخت یا ساختمانشان ناتمام را به فروش گذاشت و اون هم با اصول به اصطلاح انگلیسی نه بلکه با اصول هلندی. اصول هلندی این است که نرخی را که حکومت معین میکند از بالا به پایان میرود. در اکسیون های معمولی نرخ از پایین به بالا میرود. اگر شما فیلم ها رو تماشا کرده باشید یا در اکسیون شرکت کرده باشید، نرخ اولیه مثلا $100 باشد، یک نفر 110 پیشنهاد میکند و هر کی نرخ بالاتر رو پیشنهاد کرد همون برنده میشد. اما در اصول هلندی برعکس است. نرخ از بالاترین نقطه به پایین می رود تا اینکه یک خریدار اولین نرخ را پیشنهاد کرد و هر کی نرخ اولین را پیشنهاد کرد او برنده است. تمام ابیکت های مرا که از حکومت جمهوری تاجیکستان از بیرژ خریدم با اصول هلندی خریده شدند، با کمترین نرخ و من حتی اینجا می توانم آشکار بگم در اساس قانون خود حکومت پایین ترین نرخ را معین کرده بود به مقدار تقریبا $200 اون وقت. خب دوستان، باز تماسمون کنده شد و اینجا سوال ها زیاد وارد شدن. امید دارم که اون طرف ما رو میشنوند. خب میشنوند؟ نمیشنوند؟ خب نباشد کمی منتظر میمونیم. در اینجا سوال ها خیلی زیاد وارد شدند و ما سعی میکنیم که هرچی فشرده تر و اگر سوال های از دوستان وارد شده را فرصت دادن نشود از شما پیشکی معذرت میخواهیم و ما در نوبت خود ما سعی میکنیم که به همه پاسخ به عد اکثر سوال ها شما پاسخ داده شود و اگر اون طرف آماده باشد میشنوم ما را. چی؟ خب نمیشنوند. خب سبب خب تاجیک در امین اروپا هم ما امین بیک صبورف البته در اینجا هم به ما دسترسی دارد. نمیدونم در آلمان از چه سبب باشد اینترنت دیان ها خراب. خب دوستان عزیز، اینک باز چی گفتن ها زیاد بودن ولی غیر انتظار علاقه کنده شد و بنده انتظار میمونم. اگر از کاربران التماس میکنم اگر امکان نباشد ما دیگر یک نفر سوال داده است که شما در انتخابات آینده میخواستم نظر شما را در این باره. خب گوش کنیم. پس سوالای شما البته که بنده به سوالای شما پاسخ دادن میتوانم و حتی چنین وکالت هم از نام پیمان ملی دارم، ولی متاسفانه در بسیار موردها شخصانی که سوال پیشنهاد میکنن طلب دارن که محض رئیس با سوالای اونا پاسخ دهد و مثال اینجا سوال
در وارد شده است که بعضی ها میگویند که سفر اخیر رحمان به روسیه تحقیر کننده به ملت تاجیک بود و طرفداران حکومت این سفر را موفق می شمارند. شما این سفر را چطور بها می دهید؟ البته که از واخوری خود پرزیدنت تاجیکستان بنده خودم شخصا تحقیر شدم، یعنی در سطح پسترین، منصبدار پسترین سطح پسترین از پرزیدنت یک دولت صاحب اختیار چی کرد؟ پیشواز گرفت. خود امین کفایه بود و در هیئت دلیگات حکومتی خیلی قریب همه وزیران بودن، ولی به دست چی آمد؟ فقط 5 مکتب روس زبان را در تاجیکستان می سازند و با همین دیگر یگان چیز را ما نتوانستیم از این نشست بیاریم، در حالی که ما در همه قریب در همه تشکیلات های عمومی اتحاد دولت های مستقل بگوییم یا اودکبه و دیگر اعضا هستیم، ولی ازبکستان از این نشست علاکه 16 میلیارد مبلغ گذاری رو از روسیه دریافت کرد، لیکن تاجیکستان با جز 5 مکتب روس زبان که اون رو هم شاید با پول خودم ساختم می توانستیم، منت زیادی به گردن نمی گرفتیم، خوبتر می بود. و حاضر به من خبر دادن که تماس برقرار شده است و من از رئیس لطفاً میخواستم که همین سوال مهم است، لیکن خیلی فشرده تر پاسخ دهیم که برنامه ما طولانی شده است و وابسته به وابسته از ما تماس کنده می شود و باز از نو برقرار میکنیم. برای همین کمی فشرده تر. این برادر سوال داده است که با کبیری یک سوال دارم. او حالا در برآمدش گفت که خلق بیناموس شده است، این را چگونه شرح میدهید؟ صدای من میرود دوستان؟ بله رئیس. بله تشکر زیاد. اگر دوستی عزیز، اگر من در صحبتم مبادا خدای نکرده گفته باشم که خلق یا مردم یا ملت بیناموس شده است، من از یکایک مردم از شما هم عذرخواهی میکنم اگر به شرط گفته باشم، حالا که فکر میکنم که من این طور نگفتم و شاید من گفته باشم که حکومت جمهوری تاجیکستان میاد ملت را شکست، مردم را تبدیل به یک توده ترسو و بی‌غیرت کرد و این طبیعی هم هست ولی ذاتاً ملت تاجیک، مردم تاجیک یک مردم با غیرت، با ناموس و با شکوه و صلابت هست. البته وقتی که من میگم که میان مردم را شکستن یا جرأت مردم را کم کردن، این به معنی آن است که یک قسمی از مردم را، اما اونایی که جسارت دارند، غیرت دارند، ننگ و ناموس دارند، در همه شرایط این صفات را حفظ کردند. اونایی که در خارج کشورند با صدای بلند حرفشون را گفته ایستادند، اونایی که در داخل کشورند با کنایه، با اعتراض، با شکل‌های گوناگون ما می‌بینیم که حرف دل خود را میگن. وقتی که منم در داخل کشور بودم و با اون همه فشار و با اون همه اذیت‌ها، طبیعی است که اکثر حرف‌های خود را با کنایه، با هشدار دادن در قالب دیپلماتیک میزدیم و کسانی هم که الان در داخل کشور هستند طبیعی است که ما اونها را درک میکنیم، با وجود همین هم دستشون در نکند حرفشون را میگن. اما اونهایی که در خارج کشورند طبیعی است که یک کمی آزادتر هستند و باید با جرأت‌تر حرفشون را بگن. برای همین دوستی عزیزم من هیچگاه این جمله را نگفتم و نخواهم گفت که ملت تاجیک یا مردم تاجیک مردمی با گفته شما که بیناموس است یا ترسو است. نه، یک مردمی با ناموس و با آر و ننگ و آر هست، ولی متاسفانه یک عده از بیناموسان به فرهنگان تلاش میکنن که این ملت را
آر و ناموس و ننگ و جسارتش رو از او بگیرم که انشاءالله گرفته نخواهند توانست. خب اینجا سوال زیادند. آخرین سوال این سوال هم خود یک رفرات شده است. خب اینجا از قدم اسمتوف سوال وارد شده است و آن را به تحریر میخونم. بعضی ها میگویند که سفر اخیر رحمون به روسیه تحقیر کننده به ملت تاجیک بود و طرفداران حکومت این سفر را موفق میشمارند. شما این سفر را چطور بها میدید؟ این یک. دوم، محترم کبیری بحث نمی کنم، از میلیون ها مبلغ ها داشتهتون. سوال این می باید باشد که این میلیون ها را چگونه صاحب شده اید؟ بیایید بهتر ترجمه حال بنویسید تا بهتر همش اول شما رو بشناسند. مگر فرزند یگانه اشرافزاده بودید که میراث گذشتگانتون به شما باقی مانده بود و در تاجیکستان زیر همه مشکلی های شما صاحب میلیون ها گشتید. تجارت میگوید برای همه تجارت و کار و فعالیت صاحبکاری سر کردن مبلغ های اولیه لازم است. انسان به فعالیت سر نماید. بگوید که شما شخصا مبلغ های اولیه فعالیتتان را از کجا پیدا کرده؟ این هیچ جای پنهانیش نبود و نیست. از طرف کشورهای اسلامی و دیگر تشکیلات ها مبلغ گذاری میگشت و میگردد. پس آیا بار حسابات داده اید که مبلغ ها مقصدناک صرف گشتند؟ مگر برای تجارت نمودن شما مبلغ ها در صورت حساب اینیت مبلغ ها ارسال میکردن کشورها و تشکیلات ها؟ این خود حسن خط همان قدم اسمتوف است که از اکثریت جمله هاش پودر هوا میشن. برای چی به درجه های داده شدید که حتی در انتخابی بوت نامزدی خود پیشبر نکردید؟ خب و اینجا آورده است که پسرتان به وجه حلی میلیون ها برد و به همین مانند. خب مردانه و همچون مسلمان حرف و سخن بگوییم تا حقیقت رو خلق فهمد. میلیون ها داشتید. یگان مرتبه به خانه علی بیدکی که کشته شد و موی سفید پدر 70 سالش با برادرش که معاون رئیس نایبی هنیت بودند زندانی گشتند و اویله به سرابان و کودکای بسیار مانده در اویلشون برای یک خلطور روان کرده اید. بگوید سبز علی محمد رضا رئیس ولایتی هنیت در خورق کشته شد. یک مرتبه صدای بلند کرده اید. حتی از امریکا به تجارت اتومبیل های گرانبها مشغول بودنتون رو شنیده ایم، اما امروزها عموما خیلی دراز. سلامت باشد. بله، اگر من به سوالهای یعنی حتی به نصف این سوالهای دوستم جواب دهم، شاید که 1-2 ساعت دیگر وقتی شما بینندگان عزیز را میگیرم، اما من تلاش میکنم که خیلی مختصر جواب دهم. امیدوارم که دوستی عزیزمون از ما ناراحت نشوند، چرا ما اون کس باید که وقت مردم رو احترام کنیم، اما تلاش میکنم که با سوالهایشان تا آنجایی که امکان دارد دقیق تر جواب بدم. اول اینکه خیلی مسئله رو خوب گذاشتن که همچون مسلمان آشکار و شفاف صحبت کنم. با شما این وعده رو میدیم که همچون یک مسلمان، همچون هموطن شما، همچون برادر شما شفاف و آشکار صحبت خواهم کرد و هیچ چیز پنهان کردن از شما و از مردم ندارم. اگر از شما پنهان هم کنم پروردگار خودش بالای سر است میبیند. و از شما هم خواهش میکنم برادر عزیز، چون وقتی که ما را دعوت میکنید که همچون مسلمان صادقانه صحبت کنیم، یک خواهش از شما هم دارم که حرفای ما را هم صادقانه قبول کنید و با پیش ذهنیتی ها و با یک تفکر پیشینه خودت قالبی خودتون بها دهی یا سوالگذاری نکنید. اگر واقعا هم دل صاف و قلب پاک هست، هر چیزی که ما همچون برادر به شما میگیم بعد همین رو اساس قرار بدهید. اما اگر باز هم
شک و گمان ها و همین حرف ها باشد، پس معنی را دارد که من هر چقدر دلیل بیارم همون قدر سوال های شما بیشتر می شوند و دیگر ما تقریبا تبدیل میشیم به اون که شما فقط سوال میگذارید و ما جواب بگیم. ولی من حالا شروع میکنم از اون که سفر جناب رحمانوف رو آیا برد میدونم یا باخت. یک کمی دیگر منتظر شویم تا اینکه جزئیات این سفر مشخص شود، چی دستاورد داشتیم و ملت از این چی دستاورد داشت. من فکر میکنم یک سفر کاری بود، سفر رسمی بود و این گونه سفرها برای یک پرزیدنت طبیعی هست، میروند میان. درست است که وقتی آخر رحمانوف رو به یگان کشور غربی اروپایی معتبر دعوت نمیکنند، دیگر کشورهای عربی هم یک دو بار دعوت کردن دیدن که اونقدر فایده ای نیست، دیگر وقتی آخر دعوت نمیشه. دیگر همون گیوگرافیای سفرها با خطای و با اون کشورهای اسیانگی محدود شده است و من پیشترم در یک صحبت گفتم بعضی از شناسای ما در سفارتخانه تاجیکستان در اروپا میگویند که با آنها خیلی فشار است از وزارت خارجه، از دستگاه پرزیدنت که به هر قیمتی باشد یک یا دو سفر رحمانوف رو با اروپا تشکیل کنید، چون عیب شد دیگر در این چند سال یگان کشور دعوت نمیکند. میرزیایف رفت، همه رفته ایستادند، با پول بسیار برمیگردند، رحمانوف رو یگان کشور دعوت نمیکند. و خب دیگر حالا شاید که این سفر با درخواست خود طرف تاجیکستان هم شده باشد، وگرنه طرف روسیه هیچ پیشنهادی نداشت جز همون چند مکتبی که ساخته می شود که این مکتب رو شرط نیست در سطح یک وزارت معارف هم می شود با راسترودش و مشورت کنم بسازن. ولی بازم منتظر شویم که نتیجه چی است، بعد بها بدیم که آیا برد بود یا باخت. اما درباره آن که شما سوال دارید که میلیون دلارها رو از کجا پیدا کردیم و چندین سوال بعدی دیگر هم در این رابطه بود که خیلی خوب گفتید که برای تجارت کلان باید یک سرمایه اولی باشد. دوستی عزیزم، من همین سوال رو در صحبت قبلی داشتم جواب میگفتم که قطع شد ارتباط و شاید که ناتمام ماند. اگر ناتمام مانده باشد باز بار دیگر مختصرا تکرار میکنم که تمام مالکیتی که من داشتم در سندهای جمهوری تاجیکستان ثبت شده است. برید از حکومت جمهوری تاجیکستان درخواست کنید، بگید که ما میخوایم فعالیت تجارتی کبیره را سنجش بگذرانیم که آیا قانونی بود یا نه، سرمایه اولش از کجا پیدا شد. حکومت جمهوری تاجیکستان همه آنها را نشر کنه در رسانه ها. حالا ما هر چقدر هم که بگم شما میگید که خب سوال بعدی میگذارید از کجا افتید، چقدر افتید، چقدر خریدید. به فکر من اگر یک فعالیت غیر قانونی من می داشتم، اولین کسی که آن را آشکار میکرد و آن را تبلیغ میکرد علیه من خود حکومت جمهوری تاجیکستان بود، چون پیدا که نکردن نیست. تا امروز هیچ سندی هم پیشنهاد نکردن. اما برای شما، برای احترامتون باز یک بار دیگر تکرارا میگم که وقتی که جمهوری تاجیکستان سالهای 99 برای جلب سرمایه گذاری خارجی برنامه خصوصی گردانی را آغاز کرد، فروش اموال دولتی به خصوص آن اموالی که ساختمانشان ناتمام بود راه اندازی کرده شد با اصول هلندی و من در همون زمان بعضی ابیکت‌ها را شما بردارید سندها را حکومت جمهوری تاجیکستان نرخ گذاری کرده بود، نرخ حداقلی مثلا $200 $300 اصلا هیچ کس نمیخرید. وقتی که من خریداری میکردم با $200 و $300 آنها را بعضی از دوستان میگفتن که این دیوانه است، این تجارت رو نمیفهمد و یک ابیکت را خریده ایستاده است که اصلا در بازار هیچ ارزش ندارن، پرتافته شده است، معذرت میخوام تبدیل به یک مصرخانه شده است. اما بعد 5-10 سال اونها تبدیل به یک مالش بازارگیر شدن که نرخشون 500,000 $1 میلیون در بازار فروخته میشد و اکثر اون سرمایه که من جمع کردم در همون تا رئیس حزب نهضت تا وکیل مردمی شدم بود. اگر کسی فکر کند که من این سرمایه رو توسط رئیس حزب بودن یا از بودجه حزب نهضت یا از فعالیت‌های رئیسی، از فعالیت‌های وکیلیم جمع کرده باشم، این اشتباه هست، این یک بدگمانی هست. بیروند دکلراسیون پرکردگی مرا سال 2005 که بار اول وکیل مجلس نمایندگان شدم و اون وقت رئیس حزب نبودم ببینند، نشر شده است و طلب کنند که تا اون وقت من چقدر سرمایه داشتم و از کجا جمع کردم این سرمایه رو. اینا همش آشکارن، شفافن. دوستی عزیز، شما بدگمان نباشید نسبت یک هموطن. اما شما خوب میدونید که در کشورهایی که
از یک نظام اقتصادی به نظام دیگر میگذارند، سرمایه اول با دو راه به دست میاد، یا راه غیر قانونی که مردم زود میلیونر بشوند، یا با راههای تصادفی. در تاجیکستان ما هر دوشان بود. در سابق شوروی اکثر کسانی که میلیونر یا میلیاردر شدن یا با راههای غیر قانونی این میلیون ها و میلیاردها رو جمع کردن، یا با راههای استفاده از اون نابسامانی های بازار که در بازار مثلا در روسیه وقتی که چوبایس پریواتیزاسیا کرد به هر کس یک واوچر داد. من همون شب روز در روسیه میخواندم، بسیاری از مردم واوچرهای خود را فروختن در بازار با نرخ ارزان، حتی بعضی‌ها با یک نمیدونم با چند کیلو گوشت عوض کردن. کسانی که کمتر کارچلان بودن، اقتصاد را میدونستن، این واوچرهای ارزان را همچون سهمیه جمع‌آوری کردن، در عوضش رفتن کارخانه‌های بزرگی دولتی را خصوصی کردن و دارای سرمایه‌های هنگفت میلیونی و بعضا میلیاردی شدن در دوام یک سال یا 2 سال. در تاجیکستان ما عیناً همین کار صورت گرفت. نه همه کسانی که یک باره میلیونر شدن اونها دزد بودن یا کروپسیونر بودن. اونها از نابسامانی بازار، از آن که هنوز فرهنگ اقتصادی و تجارتی شکل نگرفته بود، هم حکومت خیلی اموال را ارزان فروخت و هم مردم دیگر هم در این خرید و فروش سهمیه ها و اموال خودشون نرخ بازار را بینابر نمی گرفتن و با نرخ ارزان می فروختن. تا سال 2005، از سال 1999 تا 2005 من تمام سرمایه خود را با راه قانونی جمع آوری کرده بودم و این در سندها ثبت شده است. اما شما یک سوال دیگر گذاشتید که آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا من یگان مراتبه گزارش دادیم یا نه؟ دوستی عزیزم، شما اگر قاعده حزبداری را بدانید، میدانید که حزب فقط در نزد اعضایانش گزارش میدهد از باره بودجه‌اش، حق اعضاگی یا مبلغ‌های جمع شود. یک حزب سیاسی وظیفه‌دار نیست که در همه کشور گزارش بدهد. از رهبریت حزب، از مسئولین حزب، اعضای حزب حق دارند چی در گذشته چی در امروزه طلب کنند که گزارش داده شود و این گزارش‌ها را ما پیوسته دادیم و خواهیم داد. اگر امروز هم یک اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درخواست کند که ما گزارش مالی با اون بدهیم و حتما این وظیفه را انجام خواهیم داد. اما اگر شما هم اعضای حزب نهضت باشید یا طرفدار باشید، میتونید یک درخواست پیشنهاد کنید و ما حتما این گزارش رو به شما پیشنهاد خواهیم کرد. اما درباره آنکه آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به اعضایان خود چی در بدخشان چی در رشت چند نفر رو نام بردید از خانواده علی بیدکی یا از خانواده اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان، دوستی عزیزم اگر شما معلومات نداشته باشید، این یک کمبودی هست که البته کمبودی شما هم نیست، کمبودی عمومی است که معلومات ها رو ندارید. ولی من ضرور نمیدونم در اینجا نام به نام بگویم که به کی چقدر مبلغ دادیم، چی دادیم، چقدر کمک کردیم. اگر بگویم دو حالت میشد، یکی ریا میشد، باز ما رو متهم، شما اگر نکردید کسی دیگر متهم میکند که باز در اینجا از کارهای کردگی خود گفته ایستادید. و چون پیشتر هم سوال دادن که در صحبت قبلی که شما به ملت چه خدمت کردید، من چند نمونهش رو گفتم که حزب نهضت شخصا خودی من چه خدمت ها کردیم. بعدم گفتن که شما ریاکاری میکنید، منت بار میکنید. ولی بازم شما سوال میدید که چی کمک کردید. اگر حالا من بیام بگویم که ما این کمک ها رو کردیم، باز هم ریا میشد و شاید که بعد ضرر به اون طرف هم برسد که شما از کبیری و از حزب نهضت کمک گرفتید. بنابراین بیاید این مسئله ها را بین ما و همون طرف، بین ما و خدا باقی بماند. و اگر شما واقعا هم دلسوز هستید، من فکر میکنم شما یک نفر دلسوز هستید، بیاید در یک صحبت خصوصی من از بچه‌ها خواهش کنم که با شما اگر در تماس باشید با بچه‌های حزب نهضت یا پیمان، با شما این گزارش ها را شخصا پیشنهاد کنند و شما هم خواهش میکنیم که امانتا در نزد خودتان باشد تا اینکه با اون نفرهایی که کمک گرفتن یا کمک کرده میشوند یگان ضرری به آنها نرسد. من نمیدونم که به همه سوالهای شما جواب گفتم. و بله در اینجا گفته که چرا پسرتون به حاج حلیم 1 میلیون داده است. اصلا من فکر نمیکنم که شما به این تهمتی که حکومت کرده است باور کرده باشید. اگر باور کرده باشید خیلی افسوس و خیلی حیف. اون 1 میلیون در کجا بوده است که من به پسرم دادم که پسرم به حاج حلیم بدهد و اصلا در سود هم
این چیز آشکار شد، شاهدا رو آوردن، این نوار محکمه رو ما داریم، نشر شد الکی. و من اصلا اگر شما واقعا یک انسانی بی‌طرف باشید، امید دارم که چنین هستید، نباید با چنین تهمت ها باور کنید که حکومت گفت که مثلا پسر من 1 میلیون به حاجی حلیم داده است. پسر من اصلا همون روح الله خودش هم بعضا با شوخی میگه که من اصلا با چشمم 1 میلیون رو ندیدم، 100,000 دلار رو ندیدم، چگونه 1 میلیون رو به حاجی حلیم دادم. اصلا میگه نمیدونم که 1 میلیون چقدر میشود از لحاظ حجم، 10 کیلو میشود، 5 کیلو میشود، 100 کیلو میشود. و من خواهش میکنم که این گونه تهمت ها را نه باور کنید، نه اصلا اینها را جدی بگیرید و به سوال ها بدهید. و گفتید که چرا من نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی نماندم. من در اون سالها به این باور بودم، هنوز هم به این باور هستم. در اون سالها هم گفتم که خوب است که نامزد به مقام پرزیدنتی یک رهبر حزبی نباشد، بلکه یک شخصیت مستقل باشد که تمام حزب و حرکت ها او را کمک کنند و او رئیس جمهور شود و برای همه حزب و حرکت ها بی‌طرف باشد. اگر یگان نفر دیگری مستقل و ملی بغیر از اپای آینی حال بابا نظر را در اون وقتها نامزدی خود را راضی میشد پیشنهاد میکرد، ما حتما از اون پشتیبانی میکردیم. اما هیچ کس از شخصیت های غیر حزبی و شخصیت های ملی راضی نشد. یگانه کسی که مردانوار گفت که من نامزد میشوم این اپای آینی حال بود که واقعا نشان داد که نه تنها مردهای تاجیک بلکه زنهای تاجیک هم مرد هستند، مردانوار رفتار میکنند. و این رو هم بگم که تا امروز یکی از شخصیت ها و یکی از سیاستمداران مردانوار تاجیک باقی ماندند. و من از این تصمیم خودم که نامزد نشدم پشیمان نیستم، بلکه خرسندم که ما توانستیم یک بانی جسور ملت را معرفی کنیم و نشان دادیم که نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر حزب‌ها می توانند از منفعت‌های حزبی و گروهی بیرون بروند و یک شخصیت ملی را هم پشتیبانی کنند و به مقام پرزیدنتی برسانند. ان شاءالله در آینده هم اگر همین فرصت‌ها پیش بیاید باز هم ما طرفدار آن هستیم که یک شخصیت ملی غیر حزبی به سر قدرت بیاد تا اینکه برای همه مردم و برای همه حزب‌ها یکسان و بی‌طرف رفتار کنید. خب دوستان گرامی، با همین به برنامه خود خاتمه میبخشیم. تشکر از شرکت فعالتان در این برنامه. سوال ها خیلی زیاد وارد شدند و متاسفانه نه برای همهشون فرصت دست داد که پاسخ دهیم، ولی ما میتوانیم به طور خطی مرحله بر مرحله به همه سوال های شما پاسخ دهیم. تشکر از دقتتان. خدا یار و مددگار هممون. سلامت باشید. خداوند شما را نگهبان باشد. تشکر به کارمندان در استودیا و تشکر به ملت عزیز و میندار از همه کسانی که سوال ها دادند. و منم خواهشم این است که در آینده هم سوال ها خیلی شفاف و راحت فرستاده شوند و ما هم در خدمت هستیم ان شاء الله.